واه در اینجا گوشت، کارتوشکا، پامیدور، بادرینگ، سالاد همه چی هست. شما یک بار بیابین. واه اپا یک مرغ کاب سومن جان، لویق جان، بید رفتیم. مادرم گفتم که پدرت از مسکو پول روی میکرد، خودمون همه چیز رو رفته میخریم. ایستا یک مینوت کمتر دیگر بکنم. لویق جان رفتیم. ای رفتیم. زنک گپی من گوش کن. تا وقتی شما 5 دقیقه دیگر ما مهلت داریم. چی تمام پخته‌ای در بالای میز خوراکخوری آماده ساز. من مهمانی مهم دارم. حالا همراه مهمان‌هایم میام. خوب؟ بانوان دانشجویانی که جای کار نداره از بیکاری اذیت میکشن، میخواهید صاحب پولهای خوب شوید. رقم‌هایی که در زیر گذاشتم برای کار پیدا کردن شماست. یگان جای فند و فریبش نیست. مزد معاش از 200 سوم در دوام ماه تا 30,000 سوم. 4 کارگر لازم است. نویسید حتما. کنه اینجا نزد من بیایید همسایه عزیزی من. اینجا نزد من بیایید کنه. این نگریزین اینجا بیایید، من با شما گپ دارم. اینجا بیایید. پدرتون از روسیه به من زنگ زد، یک خبر خوش دارم برای شما. اینجا بیایید. ای ملادیس جانوی من. ای ملادیس خونک زد. ای خونک زد. کنی مرحمت. کنی بگذارین. آفرین. اکنون این شب ما یک جا افطار میکنیم. بعد از اون پدرتون چی گفت من با شما گپ میزنم. مالی شما شد حالا ما میایم.